صحیفه توجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. صحیفه توجیکان در آینه تاریخ را از موضوع باختر و سوخت گهواره نخست دولت توجیکان ادامه می‌دهیم. یکی از تواناترین دانندگان قصه گشتاسپ و هنگامه‌های شهر بلخ فردوسی بزرگوار لحظه از تخت رفتن لهراسپ و به جای او آمدن گشتاسپ را از شاعر دقیقی چنین می‌نگرد: چو گشتاسپ داد لهراسپ تخت، فرود آمد از تخت و بربست رخت. به بلخی گزین شد بر آن نوبهار، که از دام پرستان بود آن روزگار. چو گشتاسپ بر شد به تخت پدر، که فر پدر داشت و بخت پدر. به سر بر نهاد آن پدر داده تاج، که زیبنده باشد به آزاد تاج. گشتاسپ نیز چون دیگر پادشاهان کیانی شهر بلخ را چون پایتخت آباد و محتشم نگاه داشته در دیوان و دولتداری قاعده های نو افزود. اولین آیین آورد که آغاز همه کارها با وزیر باشد، از دخل و خرج و حل و عقد، و وزیر را بزرگ فرمای خواندندی و صاحب دیوان انشا را دبیرکد، دبیر خط یا منشی خواندی و این دبیرکد عاقل‌ترین و ذکی‌ترین و بیداردلترین از همگان بودی. از آنچه دبیر زبان پادشاه است و مصلحت ملک به قلم او مضبوط یا استوار شود. و دو دیوان دیگر نهادند، یکی دیوان خراج و دیگر دیوان نفقات. هرچی دخل بودی به دیوان خراج اثبات، ثبت یعنی روی خط و ضبط حفظ کردندی، و هرچی خرج بودی و مواجب یا اینکه معاش یا واجبات، لشکرها و حواشی یعنی نزدیکان، اشراف و دیگر اخراجات یعنی خراجات به دیوان نفقات رجوع بودی. و دبیر معروف مرتب یعنی ترتیب بودی در درگاه که مرتبت‌های مردم نگاه داشتی، از فرزندان تا اسپهبدان تا سراهنگان تا حاجبان تا خاجبان تا خواجگان تا طبقات حشم و حواشی و افنایی، نسبش ناعیان مردم مرتبه هر یک از آنها در نشستن و ایستادن نگاه داشتی و جای هر کس در خدمت بارگاه و دیوان و سرای ضبط کردی تا هیچ کس از اندازه خویش نگشتی و چون در مرتبه خلاف یا شبهت بودی رجوع بدان دبیر کردندی. ذکر پادشاهی گشتاسپ در یشت‌های اوستا، یادگار زریران، بوندهیشن، همچنین گشتاسپ نامه و شاهنامه فردوسی آمده است که او را چون حامی و پهن کننده تعلیمات زردشت توصیف نمودند. در اوستا و دیگر آثار ادبیات پهلوی نام گشتاسپ در شکل ویشتاسپ ذکر گردیده است که معنایش دارنده اسب چموش، ناآرام یا سام می باشد. دوره پادشاهی گشتاسپ اوج مبارزه‌های شدید باشندگان مقیم زراعتکار و چاروادار باختر و سکای‌های بادیه‌نشین آریای نژاد میباشد که از روی آیین سابقه طرز زندگی کشمنچگی را افضل‌تر می‌دانستند. سرچشمه‌های ادبی و تاریخی موجوده علل خصوص یادگار زریران از جنگ بی‌امان میان پادشاهان قلمرو باختر و آریایی‌های سابق، گشتاسپ و دشمن قتال او شاه خیانیان ارجاسپ معلومات می‌دهند. موافق تصویر یادگار زریران، ارجاسپ آگاه می‌شود که گشتاسپ از آیین سابقه دست کشیده کیش زردشتی را پذیرفته است. او نامه نوشته از دست دو تن مقربان نامدارش ویدروش جادو و نامخواست هزاران به دربار گشتاسپ می‌فرستد و آنها در آمدند و به ویشتاسپ شاه بردند و نامه بدادند. مهتر دبیران به پای ایستاد و نامه به بانگ بلند بخواند و بر نامه چنین نوشته شده بود که من شنیدم که شما شهریاران آیین پاک مجلسنان از هرمز پذیرفتید و اگر آن را باز ندارید ما را گران زیان و دشواری از او شاید بودند. اما اگر شما شهریاران پسندید و این آیین پاک بگذارید با ما همکش باشید،
آنگاه شما را به شهریاری پرستیم. آنگاه تان دهیم سال به سال بس زر، بس اسب نیکو و بس گاه شهریاری. وگر این نگذارید و با ما هم کش نباشد، آنگاه بر شما رسیم، سبز خوریم و خوش سوزیم و 4 پا و 2 پا را از شهر برده یعنی غلام کنیم و شما را به تمام گران و دشواری کار فرماییم. ویشتاسپ شاه این پیشنهاد ارجاسپ را نمیپذیرد و به جنگ آمادگی می‌بیند. پس هر مردی را که از فرستادگان آگاهی آمد به درگاه ویشتاسپ شاه با سپاه آمدند و طبل زدند و نی نواختند و با گاژدونگ اسباب موسیقی بانگ کردند. کاروان گیر آوردند و پیلبان با پیل روند و ستوربان با ستور روند و گردوندار به گردونه یعنی عرابه روند. بین دو کشور جنگ آغاز یافت. در این جنگ زریری برادر ویشتاسپ بعدی کارنمایی‌های زیاد از دست ویدرفش جادو هلاک می‌گردد. پسری خرد زریر بسور بر کینه‌خواهی پدر برخاسته این جادوی پلید را نابود می‌سازد. لشکر ارجاسپ را سپندیداد یعنی اسفندیار محو نموده خود او را اسیر می‌گیرد و یک دست و یک پای و یک گوش او را برد و یک چشم او را به آتش سوزد و او را به خر بریددم به شهر خویش فرستد تا رفته به خیانیان نقل کند که چی واقعاتی به سرش آمد. نام ارجاسپ در قسمت یشت‌های اوستا آبان یشت در وسپه یشت به شکل اریجت اسپه وامی خورد که معنیش دارنده اسب ارجمند می باشد. توصیف او درگوند، دروغ پرست، شاه تورانی، سرور قبیله خیانه و از دشمنان آیین توانای زردشت و تعلیمات وی لشکریانش جادوان و دیوپرستان ذکر شدند. به جنگ برخاستن مردم مقیم زراعتکار و زمیندار با سروری شاه گشتاسپ از یک طرف و داوطلبی و زورآوری قوم‌های چادرنشین کوچمنچی و چارواداری با سروری شاه ارجاسپ از طرف دیگر که اصلا هر دوی آنها آریایی نژاد و آریایی زبان بوده، بهانه و سبب جنگشان پذیرفتن یا انکار کردن اعتقاد نوی زردشتی است. قبل از همه به افزودن ضدیت‌های اجتماعی، تیز و تند شدن مناسبت‌های طبقه‌های گوناگون جامعه، برخوردن منفعت‌های اقتصادی و حیاتاً مهم آنها اساس یافته است. صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ در موضوع باختر و سوخت گهواره نخست دولت تاجیکان ادامه دارد.